به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو که کنم سخن باز. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که اولش پروردگار و شما هست که چقدر مردم نیازمند خصوصا کمبغلا را ما یاردن میکنیم. روز سعید جمعه را به هر یک قدم شما مبارکباد میگم. پروردگار همه وقت سربلند باشه. این ندارم از همت. این برادر چند سوم در کار بود؟ 300,000 در کار که با یعنی که با کسلی که از مقصد وزن گرفتن مقدراتی دیاگنوز شکل نمیفهم بررسی خلاصه نروشن همین ارگانیسم که وزن گرفته است قنچ بلند شده است وزنش بلند باید که اولش برادر بران قنچ افرورن وزنش افرورن بعد بگیرن افراسش کنن. خلاصه از این الحمدلله با یاری خداوند و دستگیری شما از واسطه نه اکم از لنگری نه شوراجان برادر جانبگ مقصد میکروچاچی برادر نشون میدونم. خلاصه با واسطه دستگیری همیو و خلق مسلمان 300,000 جمع شد. چند هزارش مونده بود آزی؟ 58,000. نه 180,000. خلاصه که جمع الحمدلله دمی شوی افیر کردم با واسطه تیک توک و اینستاگرام 58,000 جمع که برادر امریکا و در گرمان زنگ زد. الحمدلله وایش هم گفت میپرتم $800 که افیر جمع کردیم محکمش کردیم. این ایست خنا رو برای برادر رو بمیتیم با تجاوزنیم. زنده باشیم برادرای عزیز. خداوند خیر هر یک کاری شما رو به درداش قبول کنه. شیر بچه‌ها همه وقت دوگویم که خداوند دربار هم خیلی شیرمردو چیخ باشه. انشالله که همون مرده که انشالله با هم رای خود در حق هممون دوگوی همیشه دربار ما چیخته انشالله با هم رای خدا. زنده باشیم برادرایی که برادر شون امسی حاجی بانگ و اوجا برادرایی بود که دیگر ترگه نوشه نمیدونم تایرون داشت چینون داشت یک برادر دیگه چینون داشت کی جان؟ چین داشت؟ اکای نکروز آبشین برادر اوجا بسیار بودن. زنده باشیم برادر عزیز. شما وقت شما را گرفتیم وقت شما را صرف کردیم حرمت کردین احترام کردین دربار ما چخت استودین. زنده باشین. اونا برادر دیگه اسماعیل هم در اوجا اسماعیل برادر آبشین پولی برادرها بودن کدام تا که نامتون نگرفتن نمیتونیم برادرها و فکر نکنید که ما نگرفتیم. دلون شما بدین در بر ما الحمدلله برازگی پروردگار سنجام شد. خیلی اکرمون دعوی نی الحمدلله خداوند شفای کاملش بده. خداوند در حقش دعاگو باشین با پیش فرزندکوش ساق سلامت روان برسد. یا دعا شد تکسیون یا دعا شد تکسیون همه تا خیلی کرد قبول کردن همه خوشی زندگی نصیب خوب. دوستان از یک سیگار خوش کنم که یعنی که همین سموی که شما میپرتوی از پنجی بودن یعنی که زنچی هم خواجگی تا پنج است همه که میشه که بود خیر میکنی با اون خاطر درگیجای باشه نباشه اولش خداوند بعد پدر مادر و وطن فراموش نکنی همه وقت سرجم باشه حرکت کنی که مقصد به هر فیدنه ها و به هر گفتهای هر برادرایی که مقصد اخیراش کما که بیزیبای گرفتار نشه همه وقت هم که سرجم باشه. ما مسلمان هستیم میگلانی بعد تاجیک. خدا نگهدار تو. السلام علیکم. بعد یک چیز دیگه خصوص بار رسانم حجیب خداوند برکت تا نه برادر کافه داره که من نامش نمیدونم و الان خاصا خدمت کلام کاریه که ما را در راه دادیم ما کوری برادر پیش بردیم. زنده باشی اکا خداوند در عمر جان برکت. کافه آخی بلی داچه. ختل نیکی بلی داچه کافه آخی. خدا نگهدار تو دوستان. روز سعید جمعه مبارک باشه.